به مادرت بگو که او برایت دوست داشتنی ترین آدم دنیاست. به پدرت بگو که به او افتخار میکنی. به برادر مسافرت بگو که دلت برایش تنگ شده. به خواهرت بگو که مردی که با تو باشد خواهد دانست با زیباترین دختر دنیا ازدواج کرده است. به دوستت بگو از تو به خاطر صبرت با من سپاسگزارم. به فرزندانت بگو که بسیار دوستشان داری، امشب در کنارشان بخوابی. به محبوبت بگو لبخندت زندگی من است. به او بگو که تو بهانه آرامش و آسایشی. شاید فردایی نباشد، پس عذرخواهی کن از تمام کسانی که به آنها بدی کردی و ببخش همه کسانی که تو را آزردند. بخند تا همه آفریدگان ببینند انسان ارزش زندگی را میداند. شاید فردایی نباشد، پس بکوش تا امروز را از دست ندهی. آره عزیز.